اتباع خارجی مقیم ایرانی که متقاضی سفر اربعین هستند میبایست از شنبه 28 تیر ماه مراجعه بکنن به دفاتر کفالت سراسر کشور و ثبت نامشون رو انجام بدن. در واقع جامعه هدف اتباع خارجی مقیم ما شامل کسایی که دارای پروانه اقامت معتبر هستند، دارای کارت آمایش، دارای دفترچه در واقع اقامت ویژه، گذرنامه خانواری، اقامت موقت و حتی سایر مدارک قانونی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برای این اتباع محترم صادر شد. 3 نکته در واقع وجود داره تو بحث اتباع خارجی که تو کشور خودشون از جمله کشور افغانستان. این بزرگواران و عزیزان اولین اقدامشون اینه که مراجعه میکنن به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان، اقدام به اخذ روادید 2 بار ورود، الکترونیکی و انفرادی. این 3 مد نظرتون باشه. پس این اولین اقدامشون اینه و این 3 کار رو باید در نمایندگی‌های ما انجام بدن. بعد از این باید مراجعه بکنن به سفارت و یا